من کل این فروشگاه بزرگ رو یه جا خریدم که داخلش به اندازه مایحتاج تمام مردم شهر جنس وجود داره و میخوام در اینجا رو مردی که مشاهده میکنین ببندم. هر روزی که اینجا بمونید $10,000 نقد با چرخ میارم خدمتت. کلا من که پایم بده بیا. هم شما با 24 ساعت دیگه بهت میدم. بخوای حسابشو بکنی احتمالاً الکس تا آخر این چالش مولتی میلیونر میشه. آره چون میتونه سالها اینجا زندگی کنه که از همین الان شروع شده. جیمی هم که رفت. هر چقدر بمونه چی میخوام؟ میتونم تا آخر سال اینجا بمونم. حالا منم فروشگاه بزرگ خودم. اگه الکس پاشو بذاره اون ور خط قرمزی که دور تا دور ساختمون براش کشیدیم، چالش به پایان میرسه و میتونه بره با پولاش عشق و حال کنه. و برای اینکه مطمئن بشیم این خط نمیکنه، مثل آقا بالا سر چیمو با دوربینای مداربسته زاغسیاشو چوب میزنی. خب روز اول چی بخوریم؟ استیک مفت. این قسمت فروشگاه خیلی دنج خوبه. همینجا میمونم ببینم چی میشه. با این غذا چند ماه که سهله. چند سال اینجا میمونم. اینم از روز اول. فردا میبینم. 24 ساعت اول تموم شده. میخوام $10,000 رو بکوبم تو صورتش. سلام الکس. سلام. به نظرت این پولا واقعیه یا کیکه؟ بمیر بابا. بعد از شما. حالا بریم سراغ قسمت سخت چالش. هر روز که $10,000 رو گرفتی باید به ازای همین پول از کالاهای فروشگاه بهمون بدی. پس بهتره اونا رو جوری انتخاب کنی که بیشتر بتونی توی فروشگاه دووم بیاری. فهمیدی؟ بدبخت شدم ولی خوب. روز اول که مثل آب خوردن کلی چیزای گرون تو فروشگاه ریخته. آره خب تلویزیون رو که نمیشه خورد، پس هر چی که اینجاست خدمت شما. 22 سنت زیاد اومد. خب بذار ببینم کارت هدیه داری؟ نه. یکی بهت بدم؟ نه. خب پس آدامس بردار. اینم از پول شما. کریس بیا اینا رو ببر. بیپ فردا صبح با یه چرخ $10,000 دیگه برمیگردم. از الان فکر کن که عوضش چی میخوای بهم بدی. یکم سخت شد. بعد واسه روزای بعد برنامه‌ریزی کنم. بعد برم ببینم چه چیزی هست که اینجا به دردم نمیخوره. یه عالمه غذای حیوان خونگی اینجاست که قحطی هم بیاد لب بهشون نمیزنه. راه نداره. سگ کی میخوره؟ تقریبا $10,000 غذای سگ کنار بذارم. بهتره برم دیگه بخوابم. بقیه چیزا بمونه برای فردا. کلی کار باید انجام بدم. الکس جون. و آقا جیمی چطوری؟ خوب؟ ببینم امروز میخوای اینا رو بفروشی؟ آره غذای سگه. چقدرم زیادن، بردنشون تا شب طول میکشه. میخوای یه چیز کنیم؟ یه کف بزن یه افکت بندازی. ایزی تمام. حالا همشون دم صندوقن. خدایی افکت حال کردی؟ اصلا عاشقشم. دقیقاً شد $9,991.40. اینم یه بسته دیگه. حالا شد $10,045. اینم بهتون بگم تمام کالایی که الکس به ما میفروشه رو میدیمش به خیریه معتبر. پس نگران نباشید. چیزی رو دور نمیریزیم. روزای بعدم به همین منوال گذشت. روز پنجم الکس به اندازه $10,000 میوه و سبزی بهمون اینا داد. رو زودتر رد میکنم بره چون بعد این مدت خراب. روز ششم کلی پوشک بهمون داد که کار خرابی کنیم توش. روز هفتم و هشتم و نهم هم $30,000 دیگه از وسایل فروشگاه فروخت. تازه بعد 10 روز انبار پشتی فروشگاه رو کشف کرد و چون بوی سگ مرده میداد رفت یه دوشی برای خودش بگیره و بیا. و با صابون گلنار خودش رو شست. سلام اوضاع چطوره؟ با سلام جیمی. ببین الان دلم میخواد راستشو بهم بگی. چند روز دیگه میتونی دووم بیاری نمیری؟ دقیق نمیدونم ولی 100 روز رو شاخش. هرچی الکس بیشتر توی فروشگاه بمونه این چالش بیشتر براش خرج برمیداره، اما من که مشکلی ندارم. برگام ریخ بزن. تو اصلا یه سال بمون پول ببیتی فراوون. جدی این همه پول نقد از کجا میاره؟ از بانک. این خدمت شما. البته اول باید وسایلمو رد کنی بیاد. خیلی خوب امروز میخوام چند تا تلویزیون دیگه هم بفروشم. آخه کی میاد فروشگاه زنجیره تلویزیون بخره؟ چی تو مغزشونه؟ ولی جدی الکس راستشو بگو نکنه تلویزیونا رو برداشتی و داری جعبه خالی میندازی به ما شیطون؟ صداتون رو ندارم. با این که منو پیچوندی ولی باز قبولت دارم. چه کنم؟ روز 11 الکس کار ما رو راحت تر کرد و خودش حساب کتابا رو انجام داد. $10,001.89. همون موقع بود که من باید میرفتم یه ویدیو توی جزیره ضبط کنم. همه عاشقانه و خیاری کنار هم دیگه خوابیدیم. کاش حداقل امشب بتونیم نیم ساعت چشم رو هم بذاریم. پس از یکی دیگه خواستم که پول الکس رو بهش بده. ما بهش میگیم اسکناس رسون. اسکناس رسون. دمت گرم داشت. چه بد رسون. $100,000. مطمئنم تا 1,000,000 هم میتونم پیش برم. جوری که الکس سعی میکرد خودشو سرگرم نگه داره واقعا برام جالب. میخوام یه دیوار پفکی بسازم. و تمام. یه دیوار پفک نمکی. بزن بریم تو. اینو از کجا آورد؟ 1 2 3. خیلی کیف داد. روح و روانم شاد شد. روز 13 الکس انقدر به همون معتاد شده بود که تصمیم گرفت همون بشه نوسازی کنه. میخوام با 4 تا از قفسایی که اینجاست دیوارای همون ما بسازم.
بریم تو کارش. بنده خدا نه موبایل داره نه هیچی، مجبوره دیگه با این چیزی باید آخ سرشو گرم. اینجا کیسه‌های پلاستیکی هم اینطوری آویزون میکنم تا آب ازشون رد نشه و همکنون دیوارای ضد آب. با اینکه چلمنه ولی پشت کارش واقعا ستودنیه. الکس تونست فقط با قفس‌های فروشگاه یه حموم جمع و جور و محکم بسازه. اینم از این 40 ستون 40 پنجره. بریم یه امتحانی بکنیم. خیلی خب، چند روزه که اینجا ما میخوام دورش دیوار بکشیم. میگن نیاز مادر اختراعه. باورم نمیشه اما الکس با تمام بسته‌های آب معدنی فروشگاه برای خونش دیوار کشید و همونطور که می‌بینید با بسته‌های دستمال توالت هم تخت خواب درست کرد. واقعا جای دنج راحتیه. تو گرم و نرمه. امشب هم اینجا میخوام. یه مدت چشم اینا رو گرفته بفروشم بره. همشون کار تبریکن. خدا تو منم قیمتشونه لعنتی. به قیافه این کار تبریکای فکستنی نمیخوره انقدر گرون باشه، ولی الکس فقط با فروش کارتا تونست $10,000 اون روزشو بگیره. وقتی که من از جزیره برگشتم. سلام جیم. سلام، چه خبر؟ الکس پرسید میتونیم لیفتراک فروشگاه بیاریم بیرون یا نه؟ اگه بتونم ازش استفاده کنم خیلی کارم راه میفته. مطمئن کریس شل دست میخواد بشینه پشت؟ آره. آروم بابا ترکوندی. یه تابلو میخواد چیکار؟ دیدی گفتم شل دسته؟ آره. حمله. خیلی خب برو حالشو ببر، فردا میبینم. فقط چند روزه با الکس آشنا شدم ولی فکر نمی‌کردم تا این حد فن من باشه. میدونی چون توضیح دیگه‌ای برای این کارش ندارم. با عکس من چی کار داری آخه بابا؟ دور جیمی جونمو ببرم که بریم چرخ بزنیم. از اونجا حواسش به حساب کتابام هست. $10,000 جنس دیگم جور کنیم. شد 10,033 سنت کامل. دیگه الکس خوشش اومده بود دیگه. 3 روز بعدی و با کمک لیفتراک وسایل جابجا می‌کرد. یه دستی هم به سر و روی تخت خوابش کشید. پیشرفتش روی زمین خوب بود. اینطوری بهتره. با وجود اینکه الکس برنامه ریخته بود $1,000,000 بگیره، که اونم بتونم تا 1,000,000 ادامه بدم. ما هم همینو می‌خوایم. یه حساب سرانگشتی کرد تا ببینه چقدر پول احتیاج داره و فهمید شاید لازم نباشه زیاد تو فروشگاه بمونه. گرفتن $1,000,000 حرفش آسونه. واقعا دلم برای پسرام تنگ شده. تولدشون هم بچه نزدیک داره. دیگه است. تا حالا پیش نیومده واسه تولدشون حضور نداشته باشن. داشتم چیزایی که قراره بخرم حساب می‌کردم و به این نتیجه رسیدم که حداقل 500,000 تا میخوام. اما الان فقط 200,000 تا دارم. در کل باید 50 روز توی فروشگاه بمونم و تقریبا الان نصفش گذشته. روز 22 الکس تصمیم گرفت از شر این چوبشور مایه تو فروشگاه میفروشن خلاص شه. چه کردی؟ رو هم رفته $10,000 کراکتر ماهی اینجاست. میتونم باشون یه لشگر رو سیر کنم. خیلی خدا بده برکت. چه زندگی توی فروشگاه عادت کردی دیگه؟ یعنی تقریبا بابت هر روز که از خانوادت دور بمونی 10,000 تا گیرت میاد. آره. هر چقدرم که بخوای میتونی اینجا بمونی. آره. هر چقدرم که بخوای میتونی اینجا بمونی. یکم دارک شد براش. همونطور که میبینید ایام در گذره و بالاخره روزی رسید که الکس مجبور شد از فرط ناچاری بسته‌های آب معدنی دیوار خونش رو بفروشه. از اونجایی که نمیتونست قفس‌های فروشگاه بفروشه به ذهنش رسید با اونا دیوار درست کنه. میخوام با قفس‌های آهنی دیوار خونمو بسازم. برو چه رفتی؟ همونطور که مشاهده می‌فرمایید الکس رسما هر غلطی یعنی هر کاری دلش میخواد میکنه، اما هنوز نمیدونه از وقتی که این فروشگاهو خریدم قبض برقش رو پرداخت نکردم. پس ممکنه هر لحظه برقا بره و یخچالا، چراغا و خیلی چیزای دیگه از کار بیفتن. قراره پوستش توی چالش کنده بشه. اما تصمیم گرفتم قبل از بدتر کردن شرایط یکم بهش روحیه بدم. خوشحالی میخوای بابا ببینی گولی؟ آماده بریم پیشه؟ مطمئنم با دیدن شما اشک شوق میریزه. منم دل تو دلم زودتر بریم. ندارم. الکس جون جان. اومدیم غافلگیرت کنیم گلم. برات یه سری مهمون خاص آوردم. کوچولوی بابا. دیروز که گفتی دلت برای خانوادت یه ذره شده واقعا دلم سوخت برات. گفتم بد نیست بعد 30 روز بالاخره یکم کنار زنت باشی. بابایی رو دیدی؟ بابا ببین چی میگه. چرا اینا رو اینجوری چیدی رو زمین؟ با لیفت تراک از با بینشون اون رد ماشینه هم میری؟ بچه هم میتونن رانندگی کنن؟ نگاه کن دارن میان. خوبه دیگه زن و بچه‌ش هم دید دیگه چی میخواد. بمون نرو.
امروز کلی با پسرام بازی کردم، خیلی خوش گذشت. سارام مثل همیشه فوق‌العاده بود. بده بغلو. عاشقتم. من بیشتر. بای بای، دوستتون دارم. وای سکوت قلبم همیشه. شکست. بچه‌هام از آخرین باری که دیدمشون خیلی تغییر کرده بودن، چون الان تو سن رشدم. فقط روز شماری میکنم که برگردم خونه پیش خانواده‌ام. واقعا دلم میخواد الان اونجا باشم. سلام، دیگه خواب بسته. باید برم برسم به حساب کتابم. امروز میخوام چی شده؟ برق همه چراغا داره خاموش میشه. بذار ببینم چراغ قوام کجاست. شوخیه دیگه. نه انگار جدیه. کار تو بوده آقا. سلام. وای اینجا رو برگام ریخته، چه ترسان. برقا رفته. ببین راستش وقتی این فروشگاه خریدم یه فرم تصفیه بهم دادن که پرداخت‌ها رو گردن بگیرم، ولی من گردنگیرم خرابه و پرداخت نکردم. دوربینا و صندوق با برق ژنراتور کار میکنن چون لازمشون داریم. ببینم این خرت و پرتا الان چرا اینجا؟ اینا سرجم $60,000 میارزن و برای روزای بعد اصلا نباش یسرم، ولی گمونم که الان برق رفته باید هر چی توی یخچالاس رو رد کنی بره تا نگرده. برنامه عوض شد. ما اینا رو برات حساب می‌کنیم. هرچی اینجا بذارش خالی رو کن. من نگهش داشتم. اینا بگیر دستم هر خستمه بده تا اون. اونا دارن یخچالا رو خالی میکنن منم راجع به شاپیفای حرف میزنم. شاپیفای تو خرید فروشگاه کمکمون کرد و در اینم ازاش تو ایران از به ما دست یکی از بخوره. هزاران وسیله صرف جو در مصرف انرژی شد. اینا رو تبدیل باید کنیم. توی کیسه چیزی بذاریم که دیرتر یخشون وا بره. ما هم کانگا کولر رو انتخاب کردیم. چندر باورت میشه 12 تا قوطی نوشابه تو این جا میشه؟ چیه؟ و میتونه اونا رو تا 7 ساعت خنک نگه داره. چقدر زیاد؟ دمش اینجا سرد. کوکتل ساده داریم، بلغاری داریم، پنیری. پنیری داریم. کیفای کانگا کولر هم سبکن هم ضد آب، میتونین همه جا با خودتون خب ببرین. همه چی آوردیم. چندر تا حالا صندوقدار بودی تو عمره؟ اینم بزن. 2 بار واسه زدی بابا. تابستون کانگا حالا کولر خیلی کولر رو خوبه. بگیر. کلتونم خنک میکنه. میتونین از طریق لینکی که تو کپشن هست یا QR کد کانگا کولر رو سفارش بدین. منم برم به بچه‌ها کمک کنم. اینجا رو رسیدو داشته باش. این $10,000 خدمت شما، یه کانگا کولرم روش. الکس جان بابا جان من حدود یه هفته نیستم باشه. اون موقع باید میرفتیم آفریقا که 100 تا چاه بزنم و یه ویدیو ضبط کنم. اولین چاه‌ها رو زدیم. الکس هم داشت غذای یخزده رو از یخچال در می آورد تا بده به ما و پولشو بگیره. همین مونده بود که شب و روزمو تو تاریکی سر کنم. امیدوارم جیمی زودتر برقو بس کنه. خیلی رو مخه. فکر نمی‌کردم الکس هم مثل سوسک حموم تو خاموشی مطلق استعداداش شکوفا بشه. دیگه هیچی از دستش در امان نبود. چیکار میکنی؟ حالا با لیفت تراک دریفت زدین. شرمنده. داره دیوونه بکش کنار. دیگه کار داره به جای باریک میکشه. بریم اطراف فروشگاه رو ببینیم. میخوام در پشتی رو باز کنم که یکم نور بیاد تو. یکم هم باید هوای تازه بهم بخوره. واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم. آخه چه حالی میده. اینطوری میتونم روزا از نور آفتاب استفاده بکنم. امروز روز 36مه و تا الان $360,000 گیرم اومده. نباید تسلیم بشم. هنوز یه عالمه جنس و کلی چیز دیگه برای فروش دارم. فقط باید هر چیزی که به کارم نمیاد رد کنم بره. پولمو بگیرم و منتظر بمونم تا روزا بگذره. هر روز دارم به خط قرمز نزدیکتر میشم. باحاله. مامان تنهای شبم اینجا شده خونه من. دلارا رو جمع میکنم اینجا شده دستشویی میکنه. آره. خونه من. فقط دارم دعا میکنم که این روزا زودتر بگذره. حالا انجام هیچ کاریو ندارم. البته کاری هم نیست که بخوام بکنم. الان فقط این خط قرمز بین من و همسرم و 2 تا پسرامه. وقتی که خیلی به خط نزدیک میشم به سرم میزنه بیخیال شم و برگردم پیش خانواده. واقعا هر روز وسوسه میشم که این کارو بکنم. یه عالمه خرت و پرت اینجاست که هنوز ازشون استفاده نکردم. ببینم چیزی به درد بخوری گیرم میاد. عینک، یخدون. این چیه؟ یه چراغ یا یه فانوس باتریه. یه چیز باحالیه. این خیلی خفنه. 5 تا بودن همشونم روشن کردم. عجب نوری داره به فضا میده. حداقل میتونم با خیال راحت اینجا بمونم. نور دارم، گرما دارم، همه چی خوبه.
300 روز خیلی الکس، الکی اینجایی؟ گفتم. سلام، اومدی جنسا رو ببری؟ آره. بیا دنبالم. این همه پول اینجاست ولی من هیچ کاری نمیتونم باشون بکنم. واقعا مسخره است. فقط میتونم نگاهشون کنم. اونم نمیتونی، خیلی تاریکه. شاید بتونم برق و برات ردیف کنم، جدی میگی؟ فقط برای فیلم برداری. راضیم ازت. خب بقیه روزا میخوای چیکار کنی؟ راستش دلم میخواد با لیفت تراک تمام این قفسه ها رو جابجا کنم. عجب. چه میکنه این بازیکن؟ خب دیگه من خراب کاریمو کردم، میرم خونمون. خداحافظ. بیا تمیزکاریشم با تو. ممنون رفقا. خوش بگذره. بعد از اینکه الکس تمام روز خرابکاری کریس رو تمیز کرد، کلی فضا داشت تا استخری که اون خوش پیدا کرده بود راه بندازه. برو که رفت. گشتم و تو انبار شیلنگ پیدا کردم. میخوام بندازمش تو استخر تا فردا حسابی پر آب بشه. دیگه حال و هول به راهه. یه هفته اینجا نبودم و چند درم هیچ حرفی بهم نزد. فروشگاه از این رو به اون رو شده. جدی میفرمایید در باز کنم ببینم چه خبره؟ یا خدا قفسه ها کجا رفتن؟ یه خورده ریدیزاین کردم تو فروشگاه. حتما ریدیزاین. کریس دوباره نشسته پشت لیفت تراک. چیز دیگه ای نمیتونه باشه. تو استخر رو انداختی؟ آره میخوای امتحان کنی؟ آخه با جوراب میرن تو ها. دیوونه ای بابا. اوی مردم از سر. نکن! مرگ من تو استخر چی کار میکنی؟ همه چیکار میکنن؟ شنا میکنن دیگه. جون همت خیلی خوش گذشت ولی دیگه وقت رفتنه. بابت وسایل ممنون. خوش بگذره بهت عزیزم. امروز میخوام همه چی از ته فروشگاه بیارم و بذارم اینجا، یکم مرتبشون کنم. اینطوری سرم هم گرم میشه. ظاهرا تو اون موقعیت الکس خیلی خسته شده بود و وقتی داشت با لیفت تراک توی فروشگاه دور دور میکرد یه اتفاق غیر منتظره افتاد. لعنتی! چقدر مگه آب داشت؟ گندش بزنن. چقدر آب داشت مگه؟ خدایا میخواستم دور بزنم و برم اونور ولی نشد. ای توف تو این شانس من. پولای نازنینم خیس شدن. نصف محصولات از بین رفت. عجب خریتی کردم. آب همه جا رفته. کف فروشگاه کاملا خیس شده. رسما گند زدم. الکس کجایی؟ چقدر خیسه همه جا. آره الک الکس. چرخ پولت داره میاد. هنوز تو تختشه. حالت خوبه؟ آره دارم چرا انگار میرسم. کشتیات غرق شدن پسر؟ چون استخر به فنا رفت. من میخواستم خراب داشتم چند تا کارتون رو با لیفت تراک میبردم. وقتی خواستم دور بزنم فرمون رو چرخوندم ولی لیفت تراک نچرخید و زرت خورد. خب همه اینا خیس شدن. فکر میکنی چند هفته دیگه دووم بیاد؟ هفته؟ چند روزم بتونم خیلیه. بستگی داره چقدر بتونم تحمل کنم. فکر میدونم زیاد دووم بیاره. چیزی نمونده این چالش تموم بودین شه. حالا برنج خیس کردم. عمرن بمونی مثل خودت قنبات میگیری. اول که الکس پاشو گذاشت اینجا فروشگاه این شکلی بود و الان به این وضع دراماتیک افتاده. خب امروز روز 44 هوا دیگه تاریک شده. جینی هم هنوز نیومده. بعد این خرت و پرتا رو بهش تحویل بدم. انگار بعد جابجاشون کنم یه جا دیگه. ای بابا چرا کسی پول منو نمیاره آخه؟ نکنه یادشون رفته. اینجا خیلی سوت و کوره. فقط میتونم بشینم و منتظر بمونم تا پولمو بیارن. گرفتی ما رو؟ این دیگه چیه؟ وای از طرف جیمی اومدی؟ از صبح تا حالا اینجا علف زیر پام سبز شده. حالا هم که این ربات مسخره اومده. شیت بابت پولا ممنون. این سخته. حتی جیمی هم دلش نمیخواد یه لحظه پاشو بذاره اینجا. واقعا جو دلگیری داره. همش دارم خودخوری میکنم. حالم از این وضع هم میخوره. دلم لک زده واسه دیدن خانواده. امروز روز 45 حالا بریم ببینیم اوضاعش چطوره. هر جوری رد داده با چوب میزنه رو زمین. دلم براش میسوزه حتی با وجود اینکه $450,000 گیرش اومد و هر وقت بخواد میتونه بره. پس بی خیال. بس حالش خوب میشه. $500,000 دیگه. الکس سلام. داشتیم نگات میکردیم پسر بعد پوکیدی انگار.
آره حوصله‌ام سر رفته. خب اینم $10,000 تو سرینم نداری؟ اینو شاید. چند هفته دیگه میکشی به هفته نظر؟ چی؟ الان 1 ساعتم زیاده. خیلی خوب ببینم تو الان چقدر پول به جیب زدی. اینم از پولای نازنینت. سرجم $450,000. همین مقدار کافیته پسر؟ یه لحظه اجازه بده بذار کمکت کنم که راحت تر تصمیم بگیری. چی؟ شوخیت گرفته. سلام عزیزم. چرا اینطوری شدی؟ لخ شده. نمیتونم. از کفش لباسات کو. اونا را فروختی؟ خدا تقصیر من نیست، من به کفشاش کاری نداشتم. نمیدونم چرا پاش نیست. تا الان تونستم این مقدار پولو جمع کنم. به نظر چطوره؟ عالیه، به نظرم خیلی هم فکر کنم زیاده. زور بزنم بتونم 5 روز دیگه هم بمونم. نظرت چیه؟ الان تصمیمتون چیه؟ داریم فکر که میکنیم. پول بیشتری بگیری یا همین پولایی که داری رو ببری؟ راستش رندش کن. ارزش نداره خونه بودم دور آره. بشم. خیلی رندش خوب. می‌کردی. پس چرخ پولا رو میبری. خیلی خب الکس، همین که از خط رد بشی کار تمومه. اگه نظرت عوض شده بگم پولا رو برگردونن و دوباره ادامه بدی. باش براشون گردانید. خیلی خب پولا رو بیارین داخل به حال جنبی. داری یا خسته شدیم؟ الکس 45 روز توی فروشگاه مونده، حالا با $450,000 برمیگرده خونه. بالاخره از فصلش بر اومدم. آره تبریک میگم الکس. یه تشکری هم بکنم از عوامل فروشگاه که توی پر کردن قفسه‌ها کمکمون کردن. من برم لباساشو پیدا کنم. و اگر براتون سوالی که چطور این برنامه رو بعد از ترکوندن زمین ضبط کردیم، باید بگم ما تمام مدت روی ماه بودیم.